السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و برنامه وزارت امور داخله در 7 روز گذشته خوش آمدید. الحاج خلیفه سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله با ژائو شنگ سفیر کشور چین در کابل دیدار نموده و روی موضوعات دو کشور بحث و تبادل نظر کردند. از سوی هم الحاج خلیفه سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله با 10 تن از جوانانی که در امتحان کانکور سال 1403 هجری خورشیدی نمرات بلند را کسب کرده بودند دیدار نموده آنها را افتخار ملت و مردم دانسته و آنها را مورد تشویق قرار دادند. الحاج خلیفه سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله با رئیس و منصوبین ریاست عمومی روابط عامه دیدار نموده و سلاشای این ریاست ابراز قدردانی نموده و وعده هر نوع همکاری را سپرد. 160 تن از نیروهای پلیس پس از فراگیری آموزش‌های مسلکی و عقیدتی از مرکز تربیوی پلیس پکتیا طی مراسم باشکوه و اسناد فراغت به دست آوردند. الحاج ملا عبدالحق آخوند همکار معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله با اتسا اداچی رئیس اجرایی بنیاد ساساکاوای کشور ژاپن و تن موتو معاون سفارت ژاپن در کابل دیدار و روی مسائل مبارزه با مواد مخدر و افزایش روابط دو کشور بحث و گفتگو کردند. نیروهای پلیس حوزه پنجم قماندانی امنیه ولایت کابل طی عملیات ویژه یک گروه 18 نفره سارقین وسایط را بازداشت کردند. 50 تن از نیروهای پلیس پس از فراگیری آموزش‌های مسلکی و عقیدتی از مدیریت تعلیم و تربیت قماندانی امنیه ولایت غزنی سند فراغت به دست آوردند. این بود دستاوردهای این هفته وزارت امور داخله. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.